السلام علیکم دوستان گرامی، اینک برنامه نوبتی پیمان تیوی در خدمت شما است. موضوع صحبت امروزه ما شکنجه در زندانهای تاجیکستان است. در میمونی ما جمشید یوروف، حقوق شناس، حمایتگر و از تجربه حمایتگری خودشون و چه همچون زندانی خودشون با شکنجه بیوسته برخورد داشته است و اینک ما میخواستیم چند سخنی داشته باشیم. در طول 30 دقیقه یا 40 دقیقه با شما خواهیم بود و بحث و بررسی خواهیم کرد و اگر شما سوال‌های داشته باشید در رفت برنامه با پیامک‌ها میتوانید به پیمان ملی تاجیکستان ارسال کنید. اینجا هیئت ایجادی اون رو دسترس ما میکند و شاید به سوال‌های شما نیز پاسخ دهیم. اینک محترم جمشید یوروف، شما در بابت همین شکنجه اخیری که از تاجیکستان درک یافتیم که محترم محمد علی عید طول 3.5 سال زیر شکنجه بودستند و امروز درک یافتیم که در طول تمام بودنشان در زندان شکنجه می شدستند و البته که ما همه مطمئنیم که شکنجه در زندانهای تاجیکستان است. ما شهادت های زیادی داریم در مورد شکنجه. شما چی گفتنی دارید از تجربه حمایتگری و از تجربه زندانی بودن خودتان؟ تشکر برای دعوتتان و اول میخواستم که همدردی خود رو برای با اهل و اویله و نزدیکان اون شهادت شدگانی که و زخمی هایی که در امروز در تاجیکستان در ناحیه استفره گذشتند رسانم. این خیلی هم خبری وهیم است برای ملت تاجیک که در وطن خودمان ما هم امین نیستیم و یکی از شهروندان دیگر دولت به یگان مامونیت نه تنها لط و کوب رو روا میبینند بلکه کشتار رو هم. تسلیت ما رو هموطنان عزیز قبول کنید و بعد گفتنی هستم که در حقیقت در تاجیکستان
خیلی که در برآمد پیشینه‌ام گفته بودم، شکنجه این یک واسطه معمولی به دست آوردن معلومات و نشان داد از طرف مقامات قدرتی هست و این شکنجه در تمام مراحل تفتیشات آغاز می شوند. از اولی تحقیق تفتیشاتی پیشه که در دوره مرافعه سودی هم همین گپ‌ها هست و در دوره ادای جزای جنایتی. علال خصوص ما اگر امروز این موضوع خیلی موضوع کلان هست و می‌خواستیم که کمتر مشخص‌تر درباره شکنجه ها در مؤسسه اصلاحی گویم و چه که در اعلان همین برنامه ما بود در شبکه‌های اجتماعی سخن درباره اون نفر باید رود و همشریکان اون نفر باید رود به نام نوردین رحمان که با معلومات‌های به ما رسیده او عین حال سردار ریاست کارهای اپراتیوی در ریاست اجرای جزای جنایتی در جمهوری تاجیکستان است و یکی از وظیفه بلندترین را دارد و به نهایت امکانیت شکنجه کردن را دارد. ما می‌دانیم که فعالیت اپراتیوی چی است؟ فعالیت اپراتیوی این دسترس کردن یگان معلومات اوید جنایت‌های صادر شده، اوید جنایت‌های به نقشه کشیده، اوید شخصانی که چی نقش داشتن در این جنایت، چی نیت و عمل‌ها بود. یعنی که این به واسطه رحیم نوردین رحمان محض به همین کار باز روانه کرده شده است که زیر فشار، شکنجه، تعقیب، عذاب و لط و کوب نشاندادهای لازمی را گیرد از محبوسان، از زندانیان و از بازداشت شدهان. گفتنی هستم که شاید نه فقط شخصا خود نوردین رحمان این کار را کند، به واسطه رفته هر یک زندانی را عذاب و شکنجه دهد. برای این یک سیستم مکمل ساخته شده است. سیستمی که از کارکن عادی آغاز می‌یابد و تا مرتبه‌های بلندی خدمتی. خب شما اینجا قید کردید که و در همه مرحله ها شکنجه است. خب من درک میکنم که در مرحله تحقیقات و تفتیشات اگر شکنجه باشد به خاطر اون که یک اعتراف را به دست آورند از عیبدار شونده، گرچنده که همین اعتراف به دست آورده از روی شکنجه طبق قانونگذاری تاجیکستان هم غیر قانونی است، باید بینابت گرفتن هم می شود، ولی در ما بینابت گرفتن می شود. لیکن این پس سر مانیم اون نفرانی که علاکه ادعای جزا میکنند، یعنی چیز گرفتگی هست، قرار سود هست، یعنی مولت زندان گرفتگی هست و ادعای جزا میکنند، چی ضرورت هست همین مردم را شکنجه کردن؟ آیا این یک درد نیست در همین منصبداران همین مقامات که و یا شاید از این یک علاوت میبرند؟ نمیدونم چی ضرورت است که آدمی که علاکه جزاش رو گرفت است و ادای جزا میکند او رو باز تحت شکنجه قرار دادن. سوال درست و اینجا شما قید کردید درباره حلاوت و با یاد من رسید یکی از زندانبان‌های بلندرتبه توقفگاه موقتی 13 رقم 1 شهر دوشنبه با نام سنگلی، کسی که از شهروندای ما مثال در این 13 بودند و من میدونم که شمار بسیاری تاجیکستانی ها محبوسی بودند و در 13 بودند و خشتبارهای اونها در آنجا بود و خبر هم ممکن داشته باشند درباره سنگلی و عین حال از همین برنامه استفاده برده خواهش میکردم که اگر آنها یگان معلومات دیگر درباره نوردین رحمان یا یگان کسی دیگر یا اینکه خودی سنگلی و دیگر اشخاصی که در مؤسسه اصلاحی خشتبار نزدیکان شما رو عذاب میدهند، شکنجه میدهند، به ما ارسال کنید تا ما یک چاره‌های مشخص نسبتی آنها اندیشیم. و در اینجا من درباره سنگلی گفتنی هستم که این اشخاصی است که اون رو در زندان در همین 13 رقم 1 همه میشناسد، با یک خصوصیت جسمانی او یک چلیکش کمش نیست و به نهایت آدمی بی‌رحم.
او یکم انسانی بود که وقتی که من به سیزو در آمدم نسبت من هجوم کرد، حقارت، تهدید و سخنهای تماما ناروا رو گفت. اویدی اون که چی ضرورت هست آدمی که علاقه جزایش رو گرفته است و جزایش رو ادا کرده ایستاده است در مؤسسه اصلاحی نسبت او شکنجه رو کرده شود. مثال بینید برای اون این کار رو به فکر من کارمندان این مقامات صادر میکنند چون که شخصانی که جزا رو ادا کرده ایستادند طلب حقوقهای خود را نکنند. مثال عادی وقتی که بزرگمهر به ما همون نامه ها، مکتوب ها و اون مواد هایی که از هم چیز مؤسسه اصلاحی و هم از سیزو و هم از وقتی تفتیشات بودنش به ما ارسال میکرد که ما اون رو یک کتاب کنیم و یک نیت هست که ما همون حدیث های از سری بزرگمهر گذشته رو در رفتی محبوسی بودنش انتشار کنیم. در آنجا یک نقطه هست که میگوید که تقریبا من میگویم تقریبا ماهای می 2016 سال به نزد آنها به حجره آنها شخص رو می‌درارند که با ماده 200 یعنی که معامله غیرقانونی مواد مخدر ایبدار کرده میشد و وقتی که او طلب میکند که از زندانبان‌ها طلب میکند که آخر من خوراک میخواهم خورم، من میخواهم چای گرم خورم، من میخواهم من ضرورت به معاینه طبی دارم، زندانبان‌ها او را دشنام حقارت میتیند و میگن که تو ما رو بیزار کردی اینقدر تکلیف هات و او رو میبرند و چلیکاش رو سوزانده میبرند. انا که شما فکر کنید یعنی که یکی از واسطه ها عذاب دادن، یکی از سبب ها عذاب دادن این یگان واکنش، یگان طلبات، یگان ناآرامی به گفتی زندانبان‌ها نباشد. و ببینید که ما از حادثه هایی که در خوجند سال گذشته به وقوع آمد محض در نتیجه مناسبت بی‌رحمانه زندانبان‌های جمهوری تاجیکستان نسبت زندانیان بود. یعنی به نظر می رسد که امین با عوض شدن فرض کردیم زور و با امین منصور و معروفی و عمر منصورف در خاطرم نیست تغییر نمی خورد چون همونایی که از این عملهای خود علاوت می برند و یا در جای خود مونده ایستادند و یگان نفری در تجربه نشنیده ایم که یگان نفری برای شکنجه جزا دیده باشد و اگر جزا ندیده باشد البته که او به همون شیوهی که مناسبت داشت با همون شیوه ادامه خواهد داد و در این میان شاید بغیر از همون چیزی که ما گفته ایستادیم که از جهت روانی آدمایی هستند که از همین شکنجه شخص دیگر علاوت میبرند باز هستند حالتهایی که فرض کردیم شرافالدین گدایف چند پیش از تاجیکستان از زندان خلاص شد، از چنگ این ظلم خلاص شد و از او با اصرار میخواستند که او یک اظهاراتی رو پخش کند، یک ضدیتی به مقابل نمیدونم هم پیمانهای خود کند دیگر و ما شاهد هستیم که بسیار نفرانی که علاقه جزایشون رو گرفتند به خاطر همین یک چیز یک نمیدونم این چی بگم نامش چی بگم لیکن یعنی اعتراف آنها در رفت تفتیشات و سود و جزا گرفتن به اینا کفایت نمی کند و بعد جزا گرفتن هم اعتراف ویدیویی آنها در کار است که آنها از طریق ویدیو بگویند که ما انا این خیل چی کردیم، همین گناه رو کردیم و بعد اعتراف کنند. این چه ضرورت است برای این؟ من چیزی که گفتم و چند بار گفتم هم در وقتی که در تاجیکستان بودم، وقتی که در مهاجرت توجه هستم موقتا گفته بودم یکی از علتی مقامات قدرتی تاجیکستان این نرسیدن کادرهای با اعتماد است. کادرهای بلند اختصاص عموما نیست.
мана бинед бо ин эътирофи оне ки гӯё яке аз аъзони ҳизби наҳзати ислом ё ки ягон гурӯҳи дигар бо тарзи видеоӣ баромад кунад ва гӯяд ки ман тасдиқ мекунам ки ҳизби наҳзати ислом ниятҳои нопок дошту мо ният доштем ки тоҷикистонро ноором кунему 1000 хонаро сӯзонему 5 миллион одамро кушем ин ягон қувваи қонунӣ надорад. Ягон нишондоде ки бе ягон далели дигар тасдиқ нашудааст ин ягон қувваи қонунӣ надорад. он нишондоде ки тасдиқ намеёбад ва байномад бояд нагирад суд. ман фикр мекунам ки ин кӯшишҳои мақомот чӣ аз Шарофиддин Гадоев чӣ аз дигарон одамон гирифтани чунин нишондод ин фақат як хокпошӣ ба сӯи миллати худи тоҷик аст, чунки аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ягон қувваи қонунӣ надоранд. умуман ба кадом далелҳо шумо тасдиқ мекунед ки ҳизби наҳзати ислом ё ки паймони миллии Тоҷикистон ниятҳои нопок дорад? ҳол он ки конститутсияи Тоҷикистонро шумо назар кунед ва марому мақсадҳои паймони миллии Тоҷикистонро назар кунед, ҳардуяшон як аст. агар ки паймони миллии Тоҷикистон нияти нопок дошта бошад, пас конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам нияти нопок доштааст. ҳамин хеле хулоса мебарад. ва баъд дар сухани гуфтаи аввали шумо оиди он ки ягон кас ҷазо намегирад, не, ин хел нест. вобаста ба шиканҷа ҷазо мегиранд, вале на он инсонҳое ки бояд ҷазо гиранд ҷазо мегиранд. он афсароне ки рутбаашон паст аст ва пушту паноҳ хеш табор надоранд, онҳо ҷазо мегиранд. ман мисол ба ҳамин барнома вақте ки тайёр шудам, рӯйхати 3-4 парвандае ки айни ҳол Тоҷикистон ҳоло ҳам дар ҳалли худро наёфтааст овардам ва мехостам пеш аз он боз як бори дигар нисбати ба хеши табори он нафароне ки ман номашонро дар ин ҷо ҳозир мегӯрам ҳамдардии худро баён кунам ки ҳамин ҳодиса рух додааст ва наздикони онҳо фавтиданд дар натиҷаи азоб ва шиканҷа дар мақомотҳои қудратии Тоҷикистон. бинед 29 августи соли 2015 сол дар шаҳри Ваҳдат, шаҳре ки ман зиндагӣ мекардам, Бобоҷонов Умар ҷавон аз Петербург аз муҳоҷирати меҳнатӣ меояд ва ӯро дар назди Карасинка мегӯянд, дар он ҷо кормандони шуъба бо мубориза бо маводи мухаддири шуъбаи корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат барои ришаш боздошт мекунанд ва ӯ ҳамон рӯз лату кӯб карда мешавад. дар ин ҳодиса шоҳидо ҳастанд, шоҳидо нишондод ҳам додагӣ ҳастанд. дар ин ҷо номи ашхосе ки ин корро кардааст, азоб додааст, шиканҷа додааст, сардори ҳамин шуъбаи мубориза бар зидди маводи мухаддири шуъбаи корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат ба номи Саид Мурод ва дигар корманди ҳамин шуъба Шариф мебошанд. ин парванда Бобоҷонов Умар бояд гуфт ки 4 сентябр вафот мекунад дар беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат. ин парванда то айни ҳол набинед аллакай 4 сол мегузарад, то айни ҳол ҳалли худро наёфт. прокуратураи Ваҳдат парвандаро оғоз мекунад, бинобар набудани далелҳо қатъ мекунад. прокуратураи генералӣ оғоз мекунад, мегӯяд ки баъзе ҳолатҳоро надидед, насанҷидед, шоҳидоро напурсидед, парванда боз оғоз мешавад, боз қатъ мешавад. анам хел то айни ҳол давом дода истодааст. ё ки мисоли Зайдуллоев Шамсиддин ки 8 апрели 2015 сол дар аҷонсии муборизаи зидди маводҳои мухаддир дар шаҳри Душанбе дар натиҷаи заду лату кӯб аз тарафи Зафар, Умед ва Фирдавс ном шахс ба ҳалокат расид. ин ҳам ҳамин хел мондааст. ягон кас тафтишот накардааст, ягон кас хулосаи аниқ набароварданд. ё ки Орзуев Саймурод ин 25 апрели 2014 сол сокини ноҳияи Нуробод аст ки боздошт карда мешавад фақат ба ҷурми он ки автомошинашро бурда ба як столба мезанад, ӯро ба шуъбаи корҳои дохилӣ мебаранд ва баъди 4 рӯз ҷасадашро аз таги кӯпрук меёбанд ва мақомот мегӯяд ки худро худкушӣ кардааст. ё ки ашхосе ки дар аввали марҳилаи боздошташ ман ҳимоятгараш будам. Манонов Қурбон, ин шахсро шумо медонед, яке аз аъзоёни ҳизби наҳзати ислом буд аз шаҳри Норак ва ӯро муттаҳам мекарданд ба оиди парчами ҳамун парчами игил, даъвати ашхос барои ҳамроҳ шудан ба ҳамин игил ва дигар ҳеҷ чиз наёфтанд. охирон муттаҳаматашон ин буд ки ӯ дузана аст. ҳол он ки ман гуфтанӣ ҳастам ки бо маълумотҳое ки мо дорем, Нуриддин Раҳмон худаш дузана аст.
барои чӣ ҳукумати мо ягон муборизаи амиқ намебарад ба зидди шиканҷа? ин аст масъалаи асосие ки тоҷикистон бояд ҳал кунад, барое ки ягон кас манфиатдор нест аз тарафи ҳукумат, аз тарафи шумо фикр мекунед ки вазири корҳои дохилӣ раҳимзода рамазон ё ки саймумин ятимов намедонанд ки дар муассисаҳои зертобеи онҳо чунин ҷиноят мешавад? خیلی که حضور گفتیم در مورد ثبت کردن این ویدیوها و موردی که شخصیت های شکنجه شده رو شما گفتید، 2 روز یا 1 روز قبل از در شبکه یوتیوب یک برادر ما فراموز منبردی سابق رهبر کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان و سابق رئیس شهر خوروغ در پاسخ به یک گزارش من نسبت یک شکنجه که متاسفانه به هلاکت خاتمه یافت، به هلاکت شکنجه شده خاتمه یافت، من یک مطلبی رو نشر کردم و این برادر به من در پاسخ، یعنی یکی خود از خود یکی همین برادری که در عمرش شاید از شبکه‌های اجتماعی استفاده نبرده است، یکی بلاگر شد خودش و در پاسخ به نوشته من گفته استاد است که این فرزند ما که هنوز 27 ساله نو شده بود و البته که با اتهامات ساخته نمیگم، همین به گفت مردم ما پدستاوی خود کمیته دولتی امنیت ملی اینا با مواد مخدر بازداشت کردند، 9 سال زندان دادند، از آن 6 سال 6 تا 3 سال دیگر او را به عباره به ولن پسلین روی کردند و وی باید هر سر چند وقت از قید خود میگذراند و این مبارک شوی جمشید سال تولدش 1999 بود و البته که از کردهش پشیمان بود. بعد جواب شدن اومد به خوروغ در دانشگاه آسیای مرکزی با مبلغ خودش زبان انگلیسی رو آموختن شروع کرد. یعنی آدم خواست زندگی نو رو شروع کنه که بعد 4 ماه آزاد شدنش مجبور بود رود در وحدت در با فکرم کدام زون ششم اونجا بود کدام در همونجا باید از قید گذارد. در همونجا او را کارمندان امنیت میگیرند و ساعت 3 شب مردهش رو در مردخانه میدگردوک میوبند و گردنش با تیغ بریده شده است. یعنی و این را خودکشی معرفی کرده، حجت خودکشی تأسیس داده با همین برادری که ویدیو بلاگر یکی شده است، با همین برادر که خیش یکی از خیشوی خودش میگوید که خیش نزدیک این خانواده هستم، این روی مرده جسد این روی میکنم به خوروغ و این اصلا همه کار میکند که همین جسد سودمید اکسپرت نگذارد. ما سعی کردیم که سودمید اکسپرتیز گذارند، ما سعی کردیم که عریضه داده شد به پروکراتوره، ولی چون این خیش نزدیک این سابق کارمند امنیت بود، متاسفانه ما موفق نشدیم که خون این فرزندمان رو، یعنی جواب این رو باید دهند قاتلان، اونایی که شکنجه میکنند. پیشتر از این ماه سپتامبر یک جوان دیگر هم همین خیلی شکنجه شد. از احوال او حاضر اونقدر درک نداریم. چند پیش از یک زندانی از
ولایت منطقه کولا به ولایت ختلان که در شبکه هم بر اومد که مرده اش رو آوردن. یعنی شکنجه در زندان های تاجیکستان، شکنجه یک چیز معمولی است و این رو نمیشه. و متاسفانه من ائتلاف ضد شکنجه که است، ائتلاف ضد شکنجه که است و انتظار عریضه خویشاوندان است که حاضر گفتم که خویشاوندان از همه پیش، از همه ابتدا این شکنجه کنها، ساختارهایی که شکنجه میکنن خویشاوندان رو زیر شکنجه دیگر قرار میگیرن، شکنجه روانی و چی که ویا دادشون رو یعنی عریضه نتیان دیگر نکنن. و این ائتلاف ضد شکنجه ما که میلیون ها از اروپا میوبد، میلیون ها گرانت میوبد، دلیلش رو میورد که به ما عریضه وارد نشده است. یعنی این چه خیلی بینیم همین کودکی که در خوروغ به قتل رسیده شد، رساندن، که درباره این انشاءالله ما برنامه علاویده درباره همین مبارک شویف جمشید خواهیم کرد. و همین کودک که خویشاوندانش رو فشار آوردن که ویا عریضه ننویسند و دیگر نکنند. خوروغ که امروز یک شهر شده است، رنگ شهر حربی که در هر سر رو اونجا پستگاه های نظامی هستند و پستگاه های نمیدونم چی هستند. و بوزماقوف قاتل سابق وزیر کارهای داخلی محمد نظر صالح بوزماقوف اونجا گنرال گوبرناتور بدخشان شده است. و از همون جا این ائتلاف ضد شکنجه میخواد که از همین اویله بیچاره عریضه پیش اونو وارد شود و یا پیگیری کنند. من اینا یگون چیز دیگر، یگون واسطه دیگر، یگون سیستم دیگر، یگون مکانیزم دیگر یافتن در کار برای همین جوابگری برای شکنجه. از نگاه حقوقی این چه خیلی می شود همین کردن. یعنی خود همون اعتراف فرض کردیم شخصی که اعتراف ویدیویی میکند در روز یکم بازداشت شدنش، در حالی که مثال در حالی که حمایتچی حقی مصاحبه کردن ندارد، حقی گفتن درباره پرونده ندارد، لیکن عیبدار شونده در روز یکم او رو ثبت میکنن و از شبکه‌های دولتی او رو پخش میکنن که اعتراف وی رو پخش میکنن. این اعتراف چخیل گرفته شده است به شرکت حمایتچی و خود همین ائتلاف ضد شکنجه یا کدام ساختاری که با شکنجه سر و کار دارد باید همین پیگیری کند. آخر اون آدمی که یکی ویدیو بلاگر شده از طریق ویدیو اعتراف کردن میگیرد که من این کردم و اون کردم و من با این تشکیلات اکستریمیستی داخل شدم و اون تشکیلات اکستریمیستی، یعنی خود همین اعتراف ویدیویی باید یک نتیجه شکنجه اعتراف شود. یعنی چرا یگان جنایتکار تو جنایتکار اشدی در دنیا نبود است که از طریق ویدیو سر کند گوید که من کشتم و من دزدیدم و من دیگر. هیچ کس نمی کند اینا. یعنی بله 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 یعنی وای پس شکنجه کردند و این متخصص حرفه‌ای فیلمبردار خیلی که فیلم شراف‌الدین گدای دیدیم خودش می اومد و خود تسلیم کرد، او معلوم بود که او حرفه‌ای چیز نواربردار حرفه‌ای این فیلم برداشته است. یعنی
خود همین حالت ها را باید همین سازمان هایی که با شکنجه مبارزه میبرند باید همین خود همین فکت باید شکنجه حساب کنند. مردک که حتی دزدی که از طریق ویدیو گفت من دزدم، این الکی معلوم که او را مجبور کردن اینا گفتن. از سبب اون که در تاجیکستان یک شکنجه چیزی معمول است، منم دستگیری میکنم که پیش شما را اعتراف اون که من جنایتکار هستم حتما باید در حضور حمایتگرش باشد با ترتیب دادن پروتکل. حتما اگر وای اعتراف کند یگان عملی صادر کرده شد. این خیلی که حکومت ما مقامات قدرتی این حال رفتار کرده است در نسبت شخصان، این تماما غیر قانونی هست و علت اساسی نه فقط در یک نهاد است، این یک کمپلکسی هست. از سودها سر می شود، از پروکراتور دوام می یابد، بعد میره در قانونگذار هم تاثیر دارد. ببینید قانونگذار علاوه کردگی است با ماده 143 کدکس جنایتی، ماده 143 پریم 1 برآمده است که جوابگری رو برای شکنجه و مناسبت بیرحمانه پیش بینی کرده است. و من مثال تکلیف میکردم به همین قانونگذاری خودمون که یک قسم دیگر وارد کرده شوند که در اون جوابگری جنایتی رو برای شکنجه از طرف کارمندان مقامات قدرتی به نهایت بلند کند و وزبین‌تر کند و نه فقط با قراری چنین قانون‌ها میتونیم ما مسئله رو حل کنیم. در اینجا باید سودهای مستقل داشته باشیم که پرونده ها رو خالصانه بینند. سودهای متهم از مقامات اجرایی عموما نمیشوند. در تاجیکستان این حال همین خیلی است. یگان سود مستقل ما نداریم. عموما حتی پرونده های گراژدنی رو با مصلحت اونها حل میکنن که ما این خیلی حل کنیم که این خیلی حل کنیم. درباره پرونده های جنایتی عموما گپ نمیزنیم. میگذاریم با مقامات پروکراتورا یگانه مقامات مطابق قانون، مطابق کنستیتوسیون تاجیکستان هست که رعایت دقیق و یقینی تمام قانون ها رو در قلمرو جمهوری تاجیکستان باید نظارت کند. و ببینیم که چقدر نظارت میکند. این حال ما نمیبینیم یگان نظارت اونها محض وابسته درباره شکنجه ها. من مثال هایی که من درباره باباجانوف عمر و زیداللهیف شمس‌الدین ارزویف سید مراد گفتم، پروکراتور این پرونده ها رو خودش پروکراتور پایانی آغاز میکند، باز قطع میکند، گنرالی بعضی وقت خودش قطع میکند یا که میگوید که فلان اصلاح کنه دو تمام دیگه نظارت نیست، باز قطع میکنند. همین خیلی یک گویا فوتبال بازی میشود. آدم هم جبردیده ها هم دیگه میگن بالا با پسشان دعا میکنند و دیگه از پی اینها نمیشوند. حال اون که شاهد ها هست، حال اون که تشخیص ها هست، همه چی هست. و یک از علت دیگری که برای چی کم این پرونده ها تو نقطه آخرین یعنی با جزا گرفتن اشخاص گناهگار به اتمام میرسد، این اون است که ما سودمدی اکسپرت های خوبی هم نداریم. شاید باشند سودمدی اکسپرت های خوبی که ملکه کاری بسیار داشته باشند، ولی که علت رو من باز در همین فساد میبینم، علت رو باز در فشار از بالای مقامات به آنها میبینم که آنها مجبورند آن چیزی که به مقامات به مفتشان لازم باشد همون رو نویسند. مثال آورده شما که از درباره بچه بدخشانی گفتید که در شهر وحدت آمده باید هر وقت خود رو قید میکرد. شما یک چیز عیدتون برابر گفتن، شما نگفتید که این اشخاص نیت زنگیری بود به فکر من. بله. چه خیلی وقتی که من نیت زنگیری داشته باشم یعنی که من امید از زندگی دارم، پس برای چی من خودم رو میکشم؟ یگان تفتیشات خالص نرفته استوده است. در اینجا یگان کار باید تماما سیستم از نو کرده شود. تمام سیستم باید از نو باشد تا اینکه عدالت اجتماعی برقرار شود. حالا ما فقط درباره همین قدر بعضی یک شماره کوتاهی محبوسان گفته میتونیم که چنین عذاب و شکنجه یافتند. نه که من با شما کفالت میدهم که تمام اشخاصی که به مؤسسه های اصلاحی یا که به میلیتسه یا که پروکراتور یگان جای دیگر میغلطند زیر عذاب و شکنجه هستند و بهودن در عرفیت چنین مطل نیست که خدا نشان دهد که به میلیتسه یا که به لیسته غلطه. میدونن که در هر دو جای بسیار هم پرابلم ها هست. خب دوستان عزیز، حاضر در ابتدا
جمشید گفته بودند در مورد یعنی همدردی زور کرده بودند در مورد فوتیدگان و جبر دیدگان واقعه نوعه اسفره. بنده در این موضوع چی گفتنیم که خب اون نفرانی که غرور ملی، متانت، جرأت و مردانگی دورند و داشتند، امروز در تاجیکستان یا کشته شدند یا زندانی شدند یا مجبور به گریز شدند و اون تعداد معینی در داخل ماندند و البته که به خاطر اون که این رژیم اصلا برداشت چنین یک مستقلیت فردی رو ندارد، اونها خودشون البته که چهره خود رو نشون نمیتند و فعال نیستند و به همین روز رسیدیم که البته که مردم ساکنان وروخ و چورکو و دیگر منطقه و اسفره البته که اون غیوری و متانتی که امروز نشون داده استودند و با اون طرفی که با یراق مسلح شده است، اینو به یراق، به اسلحه، به یگون علاوه بر این گفته است نیم که همین به یراقی که در دوره شوروی که KGB اون خیلی قدرت‌تر است که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هم بود، در دهه ها شکارچی ها بودند و این شکارچی ها همون یک دو تیر هم داشتند که گرگ ها در قشلاق آمده مادرها و خواهرای ما را نکشند. چند پیش در نوع شغنان مادر و دختر گرگ در پیش اولیشون دریده به قتل رساند و این هم محض به شرافت اون حسابات هایی که سلاح جمع‌آوری میکردند و همین یک چند شکارچی که از نسل به نسل اونا حتی پیش از شوروی هم نسل به نسل شکارچی بودند و در خونهشون البته به خاطر کسبشون یک سلاح بود و اجازه نمیدادند که گرگ در قشلاق یعنی صاحب باشد. همین خیلی دیگر آذر در قرقیزستان، همین اون مردمی که از اون طرف است، من اونا را هم عیبدار کردنی نیستم. قرقیزا را این رهبریت سیاسی هر دو دولت عیبدار هستند، نه مردم قرقیز و تاجیک. و اون قرقیزها سلادار دو کشته را بر جای گذاشته ایم، 20 نفر زخمی و 30 نفر شهروند تاجیک گروگان. این 30 نفر گروگان واقعی که گرفتند، لیکن او واروخی که امروز در محاصره هست یک دهه کل با تمام اولیش گروگان است و امروز یگان ساختار سیاسی دولت ما در این مورد حتی ابراز عقیده نمی کند. ما نشونیده ایستادیم که یک نماینده، یک دپوتات مجلس وکیلان، مجلس نمایندگان مجلس عالی یا وکیلان خلق ولایت یا وکیلان خلق نوعیه یگان سخنی کرده باشد در مقابل برادران قرقیز ما از ناحیه سر کرده تا پارلمانت جمهوری هر روز هرچی نشر میکنند و ما را عیبدار میکنند با یعنی با علاوه بر آن که ما همین خیل
تلفات دادیم، باز ما عیبدار شده ایم به خاطر اون که دستاندرکاران ما خاموشی را اختیار کردند. و من میخواستم درباره همین نوردین رحمان یا نوردین رحمان ها کمی دیگر به شنوندگان، یعنی منظور ما، موضوع ما در باره شکنجه محمد علی حییت بود و چون خودتون حقوق شناس هستید و من هم بنده هم بسیار مورد ها با حقوق شناس ها حتی خودم هم یک دو بار همچون حمایتگر در سود اشتراک کردم، به همین شیوه رفتیم، به همین شیوه سودی رفتیم، در زال سود قرار گرفتیم، لیکن از موضوع اصلی کمی دور رفتیم. یعنی محمد علی حییت رو نوردین رحمان و چی کسی است صورت او امروز در شبکه پیدا شده است و بعضی معلومات ها تا جایی است ما در دست داریم و میخواستیم درباره این کمی دیگر صحبت کنیم و با بینندگان. نوردین رحمان زاده ناحیه کانگورت است. از کانگورت است. با معلومات های ما و یکی از خویشان نزدیکی کی می باشد؟ شیرخان سلیموف می باشد و سابق پروکورور گنرال و با دستگیری به واسطه او اومده در این مقامات به کار در اومده است. پیشتر اون کس سردار مؤسسه اصلاحی رقم 1 و بعد در مؤسسه اصلاحی رقم 7 شهر دوشنبه بود و این حال از در سرریاست اجرای جزای جنایتی چخیلی که در اول برنامه گفتیم سردار ریاست کارهای اپراتیوی رو میبرد. چخیلی که گفتیم یک منبع، یک وظیفه اساسی برای شکنجه دهنده ها هست. کارهای اپراتیوی. کار اپراتیوی چیست؟ پرسپوس کردن یک کسی رو که برادر التماس اگر تو درباره یگان جنایتی که صادر می شود و به نقشه کشیده شده است یگان چی دانسته باشی به ما گو، یا که او رو عذاب شکنجه دادن. چرا همین زندان ها رو به وزارت عدلیه دادن که همین ساختار در اونجا نباشه؟ این طلبات سازمان ملل متحد بود که از وزارت کارهای داخلی همین اپراتیوی در اونجا چیکار میکند؟ و فقط باید جزا را نه، اپراتیوی باید باشد مطابق قانون، از روی منطق باید باشد. ها زندان، اشخاصی که در زندان میتواند که یگان جنایت صادر کنند، اشخاصی که در زندان میتواند که نقشه شوریش رو کشند. دخل ندارد. این باید همون زندانبان یا همون ماموران زندان با چیزهای دخل دار تفتیشات. اکوی علیم، این درست است که چنین ریاست باید باشد، این درست است، ولی نادرستیش در چیست؟ در آن که این ریاست چخیل کار میکند، با کدام اصول ها میتود ها. ببینید اکوی محمد علی حییت رو حتی این چخیل این گویم که نوردین رحمان قدر کرده است. اکوی محمد علی حییت رو شخصا خودش آمده عذاب و شکنجه میداده است، نه اینکه اون افراد زینه‌های پست رو روان کرده است. اون دیگر افراد زینه‌های پست مردم رو به دیگر نمودهای شکنجه عذاب میتیند. مثال آدمان رو در آب خنک میمونند، لوچ میکنند، سکلانکا میبندند. منظور من از این گپ چی بود که خب زندان ها رو به وزارت عدلیه با طلبات سازمان های بین المللی دادیم، لیکن از تجربه حیاتی خودم میگویم که اون وقت شوروی که همین زندان ها در تابعیت وزارت کارهای داخلی بودن خیلی مستقل در بودند از تفتیشات اینو. یگان بار من نشنیدم که در خوروق یا در تاجیکستان سود در حدود زندان گذرد. یگان بار در عمرم ندیدم. این فقط در دوره شوروی این کمپاریزون شد. چرا وزارت عدلیه اجازت میکرد این؟ شما این کارو خود در شوروی ندیدید؟ نه، در دولت مستقلیت سود صاحب استقلال نیست اکوی علیم. نه، وقتی که گفتم در گوجایی که لازم است در همونجا سود میگذراند که مقامات ادای جزا رو از تابعیت وزارت کارهای داخلی گرفته به وزارت عدلیه دادن، مقصد تامین کردن مستقلیت بیشتر،
لیکن در اصل بینیم مستقلیت اونو عموما از دست رفته است. یعنی و یک زیرتابه پروکراتور شدن، زیرتابه وزارت کارهای داخلی شدن، کمیته امنیت شدن و امروز تفتیشات شعبچه تفتیشات فقط در وزارت معارف نیست، در دیگر همه وزارت ها قریب که شعبچه تفتیشات تشکیل داده. اگر این خیلی دوام کرد در کوچه ها و در محل ها هم می شود شعبچه تفتیشات. خب محترم جمشید یاروف، حقوق شناس، حمایتچی تاجیک که امروز در خارج به سر میبرد، میمون برنامه ما بود. گفتنی داشته باشد علاوه بر اون گفتنی های مرحمت؟ بله، گفتنی ها هست. گفتنی ها از بس که سبب که بسیار هست و فرصتی ما کمتر هست یا کوتاه کرده گپ میزنم و یک بار دیگه همدردی خود رو به شهروندان تاجیکستان وابسته به فوتیدن آنها در ناحیه اسفره همدردی بیان میکنم. همدردی با اون اشخاصی که خویش و تبار نزدیک خود را در نتیجه عذاب و شکنجه از طرف کارکنان مقامات قدرتی تاجیکستان از دست دادند با آنها بیان میکنم و هم دیگر صبر و تحمل به آنهای خانوی هستم که خویش تبار نزدیکان برادر پدر و باباهای آنها عین حال در مؤسسه‌های اصلاحی در رفت تفتیشات در سیزو و ایویسو تاجیکستان قرار می باشند، چون که یگان کفالت بخطری برای حیات و سلامتی آنها نیست. از بس که چون این پرونده ها تفتیشات خالصانه خود را نمی بینند، فساد در تاجیکستان خیلی هم به اوج کلان هست. پرونده های آنها و جوابگران جنایتکاران به جوابگری کشیده نمی شوند. و در آخر گفتنی هستم که برای بیشتر فهماندن حقوق و عهدهداری شما، مثال در مثال شکنجه، مثال در حالتهای بعد فهمیدن شکنجه چیکار کردن در کار، به کی مراجعت کردن در کار، چی راهها رو طی کردن در کار که به عدالت حداقل رسیم، ما یک سایت و صفحه فیسبوکی به نام حقوق من تشکیل کردیم که در آن کوشش میکنیم با سوال و جوابهای شما و به شما توصیه‌های حقوقی داده شوند. در این سایت شما میتوانید با کامنتاری‌ها یعنی تفسیرها، با کامنتاری‌های قانون‌ها، ماده‌ها، حالت‌های حقوقی لازمه و حجت‌های لازمی شناس شوید. با همین با یک بار دیگه تشکر برای شما هم میکنیم که دعوت کردیم برای برنامه‌تان. زنده باشید. خب دوستان عزیز، با این برنامه ما به خاتمه میبخشیم و بار دیگر همین اعلان آخر محترم جمشید رو خاطر رسان میکنیم که به همین سایت حقوقی این کسان مراجعت کنید که آنجا حقوق شناسان حرفه‌ای ما داریم و تمام عریضه نویسی، چخیل عریضه نوشتن، پیشنهاد دعوا، همه چیز رو به شما با اجازت شما یک مراجعت دیگه به شهروندان عزیزمون کنم. از سببی که موضوع خیلی مهم این شکنجه بود در این بحث ما، من میخواستم که یک بار دیگر در اول مراجعت کرده بودم و نمیدونم کسانی نو اومدن ممکن نفهمیده باشن یا که فراموش نشود. در آخر میخواستم از شما تمامی همشهریای ما خواهش کنم که اوید حادثه های شکنجه کی رو شکنجه کرد، در کجا، کی، نام، فامیلیا، وظیفه اون اشخاصی که شکنجه رو صادر کرده است با ما ارسال کنید و حتما ما کوشش میکنیم و وادار میکنیم که حکومت تاجیکستان اون وظیفه ها، اون مسئولیت هایی که در وقت امضای سازشنامه ها، در وقت امضای سازشنامه بین المللی اوید حقوق انسان، پیمان های مختلف، اوید اون حجتی که سال 1955
стандартҳои минималии нигоҳ доштани маҳкумшудаҳоро имзо кардааст, иҷро кунад. агар шумо муроҷиат накунед оиди шиканҷаҳо, ин ҳодисаҳо ҳамон хел дар поён мемонанд, касе оиди онҳо хабардор намешавад ва имрӯз хештабори шумо, пагah хештабори як каси дигар зери азобу шиканҷа мешавад. бигузор мақомоти қудратии Тоҷикистон вақти баррасии парвандаҳо, вақти тафтишот фақат аз рӯи қонун амал кунад, на ин ки ба воситаи шиканҷа ва азоб. ташаккури зиёд. ташаккур аз диққататон. худо ёру мададгоратон.